به 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 آقا خیلی خوش اومدیم به کانال محول. امروز دوباره اومدیم سراغ کشور تاجیکستان. گفتیم که ما داریم موزیکا و موزیک ویدیوها رو بررسی میکنیم و با هم دیگه گوشش میدیم و آشنا میشیم. چه بهتر که بریم سراغ شهرهای کشور تاجیکستان که بیشتر با فرهنگ و تمدن و چیزای اینجوری بیشتر آشنا بشیم و با هم دیگه نگاه کنیم و حرف بزنیم راجبش. اینکه کنجکاو شدم ببینم که چه خبره داخل کشور تاجیکستان و مردم چه جوری ان، شهرها چه جوریه دیگه. خلاصه اومدیم سراغ یه ویدیو از کانال، بذار من ببینم اینجا اسم کانال فارسی 24 هستش. اومدیم ببینیم که چی آماده کردن برامون و یکم ببینیم و گپ بزنیم راجبش. برو بریم آقا. دانستنی‌های جالب از کشور رودکی تاجیکستان. کشور رودکی تاجیکستان. رودکی چیه؟ اصلا من فقط تاجیکستان رو شنیدم. دوستان عزیز و همراهان گرامی سلام، با یک برنامه دیگه با شما هستیم. تاجیکستان با نام رسمی جمهوری تاجیکستان کشوری کوهستانی و محصور در خشکی است که با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر بیش از 8 میلیون اوکی. که با بیش از 8 میلیون نفر جمعیت و مساحتی بالغ بر 143,100 کیلومتر مربع در آسیای مرکزی قرار دارد. این کشور از جنوب با افغانستان، از غرب با ازبکستان، از شمال با قرقیزستان و از شرق با جمهوری خلق چین مرز مشترک دارد. اوکی. دانستنی‌های جالب و زیادی درباره این کشور همزبان و همسایه وجود دارد. از تاریخ کهن آن تا زیبایی‌های وصف نشدنی رودهای همیشه جاری، از فرهنگ مشترک ما تا رسم و رسوم مردمان خوب آن. پس رسم و رسومات مشترک هم این وسط هستش. خب جالب شد. ما در این ویدیو سعی کردیم برخی از دانستنی‌های جالب آن را خدمت شما ارائه نماییم. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. هستیم. همراهان گرامی، اگر هنوز کانال ما در یوتیوب همکنون کانال را سابسکرایب نمایید و دکمه زنگوله را هم فعال کنید. دوشنبه پایتخت تاجیکستان. از قدیم در این محل دوشنبه بازار برگزار چه شهر زیبایی خب می شده و این بازار کم کم بزرگ و پر رونق می شود که دهکده کوچک را به پایتخت تبدیل می کند. آنچه درباره دوشنبه بد نیست بدانید. خیابان‌های دوشنبه بر اساس پیشبینی‌های دوران جنگ سرد. چقدر خفن خیابونا، چه شبای خفنی داره، چقدر نور و اینا. رکن اصلیه. بسیار عریض ساخته شده است. ظاهراً بر اساس پیشبینی‌های دوران جنگ سرد بسیار عریض ساخته شده است. ظاهراً روس‌ها منطقی در این کار داشتند که اگر جنگی رخ دهد هواپیما بتواند در هر خیابانی به زمین بنشیند. این شهر از 4 منطقه اسماعیل سامانی، سینا، فردوسی یه جوری خیابونا درست شدن که هر جوری که هواپیما بخواد بتونه لند کنه اونجا و شاه منصور تشکیل شده است. میدان اسب دوانی، باغ گیاهشناسی، استودیوی سینمایی و آبهای گرم گل پسته از دیدنی‌های دوشنبه هستند. در 25 کیلومتر چه باحال. این چیه؟ این کوه چیه داستانه؟ این شهر چشمه‌های معدنی درمانی به نام شاه عنبری واقع شده است. آب آن در بهبود بیماری‌های بندهای استخوان، دستگاه عصبی و بیماری‌های پوستی مؤثر است. از دیگر دیدنی‌های پیرامون دوشنبه به ویژه در قدیم مهمانسرای قره‌طاق در 50 کیلومتری شهر است که در زمان شوروی سالانه 3,000 نفر تعطیلات خود را در آن می‌گذراندند. این کشور دارای دریاچه دیدنی است که به نام اسکندر بزرگ نامگذاری شده است. دریاچه اسکندرکول در ارتفاع 2195 متر در کوههای استان سوخت قرار دارد. این چه ویویه حاجی، چه خوشگله اینجا. دریاچه به دلیل زیبایی که دارد معروف است. دارای شکل مثلثی است و مساحتی معادل 3.4 کیلومتر مربع را در بر می‌گیرد. این دریاچه نام خود را از نام فارسی اسکندر کبیر گرفته است. این دریاچه و اطراف آن زیستگاه‌های متنوعی را برای حیوانات وحشی محلی فراهم می‌کند. زندگی پرندگان در اینجا بسیار غنی است.
جالب است بدانید که بیش از 900 رودخانه در آبشارا راجی چقدر خوشگله اینجا. تاجیکستان جریان دارد. این کشور دارای شبکه متراکم از رودخانه هاست. بیش از 900 رودخانه در کشور وجود دارد که طول آن از 10 کیلومتر بیشتر است. برخی از طولانی ترین رودخانه های آسیای میانه در این کشور جریان دارند. زیردریا و آمودریا بزرگترین رودخانه های آمودریا چه اسم بالی، زیردریا آمودریا تاجیکستان هستند. البته تاجیک ها به رودخانه دریا میگویند و همچنین به رودخانه دریا میگن. تعداد دریاچه‌های تاجیکستان نسبت به دیگر کشورهای آسیای میانه بیشتر بوده و به حدود 1300 دریاچه کوچک و بزرگ میرسد که 1300 تا مجموع مساحت آنها 705 کیلومتر مربع می شود. بزرگترین این دریاچه ها یشیلکول و سرریز می باشند. این دریاچه ها در ناحیه پامیر به طرف شرق هستند. از این رو دومین سد بلند ساخته دست واه چقدر خفن اینجا بشر نیز در تاجیکستان واقع شده است. سد نورک در رودخانه وخش در تاجیکستان واقع است. این سد بلندترین سد ساخته شده در جهان تا قبل از سال 2013 که سد جینپینگ یک در چین ساخته شود بود. سد نورک بیشتر برای تولید برق آبی استفاده می شود. ساخت آن در سال خیلی بزرگه 1961 آغاز شد و اولین ژنراتور در سال 1972 نصب شد. تاجیکستان میزبان طولانی ترین یخچال جهان در خارج از مناطق قطبی نیز هست. یخچال عظیم به نام فچنکو در محدوده یازگلم، کوههای پامیر در استان بدخشان این کشور واقع شده است. این یخچال مساحت 700 کیلومتر مربع را در بر دارد و حدود 77 کیلومتر امتداد دارد. یخچال در ضخیم‌ترین نقطه خود 3300 فوت می‌رسد. یخچال فچنکو طولانی ترین یخچال جهان است که در خارج از دو ناحیه چقدر طولانی ترین و بزرگترین و همش تریناست آخه تاجیکستان ها قطبی قرار دارد. همچنین در تاجیکستان 1300 مرداب جمعاً به مساحت 705 کیلومتر مربع وجود دارد. بزرگترین مرداب کشور قراکول نام دارد. تاجیکستان به دلیل کوهستانی بودن از نظر زمین لرزه بسیار مستعد است. این کشور در یک منطقه زمین لرزه‌ای فعال قرار دارد. زمین لرزه اینا دیگه دارک شد، اینا دیگه خطریه. قاراتوک در سال 1907 و زمین لرزه قائیت در سال 1949 دو تا از مرگبارترین زمین لرزه‌های تاجیکستان بودند. در طی این دو رویداد فاجعه طبیعی هزاران نفر جان خود را از دست دادند. هی واخان افغانستان پاکستان را از تاجیکستان جدا می کند. فقط یک نوار باریک دو کشور تاجیکستان و پاکستان را از هم جدا می کند. به این نوار راهروی واخان گفته می شود و بخشی از افغانستان است. این راهرو بین کوههای بلند و مرتفع کاراکورام از جنوب و کوههای پامیر در شمال گشوده شده است. این نوار 13 تا 65 کیلومتر عرض دارد اما طول آن به 350 کیلومتر میرسد. افسانه مرد برفی در تاجیکستان نیز رواج دارد. اگرچه بیشتر ما مرد برفی چیه؟ چه عجیب، چیه داستان مرد برفی چیه؟ افسانه یتی مرد برفی را با کوههای هیمالیا مرتبط می‌دانیم، اما گزارش‌هایی از حضور مرد برفی در منطقه کوه پامیر تاجیکستان نیز بیان شده است. 7 شب و 7 روز مراسم عروسی. مردمی که در فلات‌های تاجیکستان ساکن هستند دارای جشن‌های ازدواج منحصر به فردی می‌باشند که 7 روز به طول می‌انجامد. در اولین 7 روز عروسی چه حالی میکنن. این روز مراسم عروس و داماد ازدواج خود را اعلام کرده و به مدت 3 روز ضیافت‌های جداگانه‌ای با خانواده‌های خود برگزار می‌کنند. در طول 5 روز اول این مراسم عروس همچنان در منزل پدری خود میماند و در روز ششم به همراه اعضای خانواده خود به خانه داماد رفته و شب را در آنجا میگذرانند که همین موضوع پایان مراسم را اعلام می‌کند. چه جالب. طولانی ترین ماه عسل.
نکته دیگری که در مورد ازدواج تاجیک‌ها جالب توجه است، مدت زمان ماه عسل آنهاست که 40 روز میباشد و تمام این 40 روز در خانه والدین داماد گذرانده می شود تا عروس و داماد در ابتدای زندگی مشترک خود تحت حمایت آنها قرار بگیرند. اینا قشنگه. جشن نوروز. نوروز عید باستانی فارسی زبانان به هنگام اعتدال بهاری در تاجیکستان جشن گرفته می شود. اگر در این ایام در تاجیکستان باشید، شاهد خواهید بود که تمامی مردم برای این فستیوال آماده شده و غذاهای منحصر به فرد این فصل را آماده می کنند. وایب عید نوروز خیلی خفنه. به گونه‌ای که روی میزها جا برای سوزن انداختن پیدا نمی شود. احترام به غذا و مخصوصا نان. در تاجیکستان خوردن احترام به نان خیلی خیلی چیز قشنگیه. حالا مثلا بعضی من که یعنی چی، مثلا نون دیگه، خب یعنی چی، ولی سمبل مثلا زحمت نونه، یعنی چی میگن، حالا شاید چیزی دیگه هم میتونست باشه، ولی اینکه مثلا زحمت، احترام به نون، یعنی که یه سمبولیکه نون، یه چیز سمبولیکه که یعنی احترام بذاریم به نون، به چیزی که زحمت کشیده، که یه محصولی تولید شده، عرق ریخته پاش و این رزق روزی حلال به قولی. هر غذایی در نوع خود یک جشن به حساب می‌آید، هرچند نان در این میان از اهمیت بالایی برخوردار است و مقدس به شمار می‌رود. نکته جالب دیگر این است که آنها نان را در حالت خاصی قرار داده و آن را با دست و به دقت چه عجیب و خوش از این نون شیرینی‌ها سنگار تکه می‌کنند و در این حین به هیچ وجه از چاقو استفاده نمی‌کنند. سلسله مراتب غذایی. غذاهای سنتی تاجیکی با خوردنی‌های شیرینی مانند حلوا و چای آغاز می‌شود. بعد از این غذاهای شیرین نوبت به سوپ و گوشت می‌رسد و در نهایت نوبت به سرو شدن پیلاف، پلوی مزه‌دار شده که می‌تواند با انواع گوشت، سبزیجات یا میوه‌های خشک شده سرو شود. پلو با میوه، چه ترکیب عجیبی. خلاصه از تاریخ. در پاره‌هایی از دوران پیش از اسلام تاجیکستان جزئی از شاهنشاهی هخامنشیان بوده. در همین دوران اسکندر مقدونی به آن سوی جیهون و سیهون لشکر کشی کرد و تاجیکستان بخشی از دولت یونانی بلخ شد. پس از اسلام سرزمین خراسان و فرارود از جمله تاجیکستان زنده کننده فرهنگ پارسی و به وجود آورنده زبان پارسی دری بود. نخستین شاعران پارسی زبان از این ناحیه رودکی اگه اشتباه نکنم به پا خواستند، به ویژه رودکی که پدر شعر پارسی محسوب می‌گردد. در نخستین سده‌های هجری خراسان و فرارود مهد تمدن و علوم بوده و بزرگانی مانند ابن سینا و فارابی در آنجا پرورش یافتند. ابن سینا اونجا بوده؟ جدی؟ چه باحال، چقدر جالب شد. حکومت سامانی نیز از تاجیکستان برخاسته است. پس از انقلاب روسیه در سال 1917 میلادی تاجیکستان بخشی از جمهوری خودمختار شوروی ترکستان گردید و در نهایت تاجیکستان در سال 1990 به استقلال رسید. جغرافیای تاجیکستان. پهناوری تاجیکستان 143,100 کیلومتر مربع 95 در جهان است و جمعیت آن چقدر خوشگلن ساختمان‌ها، چقدر شیک و باحالن. 1,700,000 تن 98 در جهان است. تراکم جمعیت در این کشور 57 تن در هر کیلومتر مربع میباشد. تاجیکستان کشور کوهستانی و سرسبز با بارندگی فراوان است که میتواند صادرکننده آب و برق به سایر کشورها باشد. اصلا معلومه گفت چقدر هزار خوردی دریاچه، چقدر اصلا معلومه خیلی چی میگن دریاخیزه به قولی. کشوری مرتفع است که رشته کوه پامیر آن را پوشانده است، ولی در شمال کشور منطقه پست فرغانه نیز وجود دارد. رودها و دریاچه‌های تاجیکستان از قله‌ها سرچشمه می‌گیرند. مجموع طول 947 رودخانه تاجیکستان بیش از 28,500 کیلومتر است که 60% ذخیره آبی آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهند. در تاجیکستان بیش از 80 گونه از پستانداران، بیش از 365 اسب خوشگلی بود، 5 گونه پرنده، 49 گونه خزنده، تقریباً 40 گونه ماهی و بیش از 10,000 گونه حشره زندگی می‌کنند. از جانوران این کشور می‌توان به پلنگ برفی، سیاهگوش،
داستان این برفی ها چیه که می آدم برفی و پلنگ برفی داستان خاصی داره برفی بودن؟ خرس، گرگ و روباه اشاره کرد. در این کشور آهو و گوسفندهای کوهی بسیاری زندگی می کنند. چه باحال. در تاجیکستان 4 حفاظتگاه ملی، بیشه پلنگان، رامیت، دشت جوم و زارقون و 13 پرورشگاه و پارک ملی فعالیت دارند. مناطق حفاظت شده طبیعی این کشور جمعاً حدود 21% از خاک کشور را در بر می‌گیرند. اقتصاد، نفت و گاز تاجیکستان. دولت تاجیکستان حدود 90% از نیازهای انرژی خود را با واردات تامین می‌کند. بیشتر ذخایر نفت و گاز این کشور در جنوب غرب تاجیکستان در امتداد حوزه آمودریا قرار دارد. یک شرکت نفتی انگلیس در خیلی دوست دارم برم آمودریا. بیانیه‌ای اعلام کرده است تاجیکستان ذخایر نفت و گاز بسیاری دارد که به طور قابل توجهی بیشتر از ذخایر باقی مانده منابع نفتی در دریای شمال است. این میزان نفت در تاجیکستان از ذخایر کشورهای صادرکننده چون جمهوری آذربایجان، عمان و نروژ بیشتر است. همچنین میزان منابع گازی تاجیکستان از کشورهای صادرکننده گاز مانند الجزایر، مصر و ازبکستان نیز بیشتر اعلام شده است. ممنون از توجه و همراهی شما با این ویدیو از فارسی 24. دم شما گرم. فارسی 24 کلی فکتای جالبی به ما دادی و کلی به ما کمک کردی آقا. ان شاءالله خیری ببینی فارسی 24. دم شما هم گرم که تا انتهای ویدیو با من بودین. خیلی جالب بود. خیلی چی میگن چیز بار علمیم رفت بالا. الان یعنی فهمیدم که حالا نمیشه بگی کامل فهمیدم ولی همین در حدی خوب بود که خود میدونین آشناشم با محیط و فرهنگ و اینا. خیلی چیز جالب بود. دوست داشتم این اتفاق حتما بیفته. دم شما گرم که تا انتهای ویدیو با من بودین آقا. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. امشب با ما باشین که بازم ریاکشن داریم احتمال زیاد از M1 احتمالاً بذارم. برو بریم آقا. مرسی.